سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به یکی از ویدیوهای جدید من. امروز میخوایم طرز تهیه خجور افغانی یا که بسراق میگن بعضیا برش آماده بسازیم. میریم مواد لازمش با هم دیگه میبینیم که چی است. نیم گلاس چایخوری شیر است، یک گلاس بوره که یک کلک از گلاس کمتر، از نیم گلاس نیمش روغن، نیم قاشق چایخوری بیکینگ پودر، یک قاشق چایخوری خمیر مایه و یک و نیم قاشق چایخوری هم ایل است، ایل چای و 2 عدد تخم که هم آرد است که با هم دیگه یک جای خمیر میکنیم. میبینیم خمیرش باید سخت باشه دوستا. حالا ما بوره خود اضافه میکنیم که 1 گلاس بوره است، از نیم گلاس چایخوری را نیمش روغن، نیم گلاس چایخوری شیر ما باید گرم باشه که یخ اضافه نکنیم و همچنین تخم باید به دمای خانه باشه یا گرم باشه، سرد زیاد نباشه که رسیپی ما را باز خراب میکنه. موادش مکس میکنیم. مواد چه تا وقتی مکس میکنیم که همین بوریش حل شوه که دردک نماندش. کم کم ما آرد خود اضافه میکنیم.
تا جایی که با مکسر رو میشه مکسش میکنیم بازی که نشون. دارین بهتر است. من از این استفاده میکنم. ببینید اینجا این داری یعنی چلک صاف ما خوب قاچاق میکنیم که این شکل ثبت در چلک صاف رو بخواد بگیره. میبینین دوستای عزیز اینجاش بسته میکنیم. به این شکل تمامش آماده میسازیم. شما میتونین ببینین و اینجا ما روغن هم ماندیم که گرم شود و روغن فکرتون باشه دوستای عزیز که نقطه مهمش هست که در وقتی که روغنتون یخ می باشه و همین خجورایتون اضافه نکنین به خاطر که باز روغن کشف میکنه و روغنی میایه. بانین که کم گرم شود روغنتون بعد از او باز اضافه کنین که همه تو خوبش میایه، باز روغن جذب نمیکنه. ما به می ترتیب کلش به می شکل آماده می سازیم و در آخر براتون سرخ کردنش نشان میدم. دوستای عزیز این از نتیجه کار ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. این خجورای بسیار مزه‌دار اصلا روغن به خود جذب نکرده. شما هم در خانه امتحان کنین حتما خوشتان میاد. و این بود از برنامه امروز ما. تا ولاگ بعدی و برنامه بعدی خداوند شما را به حفظ پناه خود داشته باشه. روز و شبتان خوش. خدا نگهدار. و سابسکرایب و لایک فراموش نکنین و منتظر کامنت های مقبولتان هستم در برنامه.